سلام دوستان عزیز، شبتون بخیر. با 3 دقیقه آلمانی در خواب در خدمتتون هستم. امروز میخوایم کلمات و لغاتی رو راجع به کریسمس با هم یاد بگیریم. خب، das Weihnachten میشه کریسمس. شب کریسمس میشه der Heiligabend. در واقع شب کریسمس شب 24 ماه دسامبر که فرداش 25 اون شب رو شب تولد حضرت عیسی مسیح است رو میگن هایلیگابند. جشن کریسمس میشه das Weihnachtsfest. درخت کریسمس میشه der Weihnachtsbaum. تزیین کردن درخت کریسمس میشه den Weihnachtsbaum schmücken. و گلوله های طلایی برای تزیین درخت کریسمس میشه die Weihnachtskugel. ستاره کریسمس میشه der Weihnachtsstern. در واقع ستاره‌ای که در بالای درخت کریسمس برای تزیین قرار گرفته میشه. کارت کریسمس میشه die Weihnachtskarte. در واقع کارت پستال هایی هستن که برای تبریک سال نو و کریسمس به هم هدیه میدن. der Nikolaus, der Weihnachtsmann. فرق نیکولاوس و وایناکسمن در اینه که نیکولاس در صبح روز 6 دسامبر کادوهایی رو داخل جوراب میذاره و به بچه‌ها میده. بچه‌ها شب قبلش یعنی 5 دسامبر جوراب‌ها رو جاهایی تو خونه آویزون میکنن که در واقع نیکولاس بیاد و کادوها رو در اونجا قرار بده. به این جوراب‌ها میگن der Weihnachtszocke. اما وایناکسمن در واقع شب 24 که فرداش میخواد بشه 25 شب کریسمس میاد و کادوها رو به بچه‌ها میده و خیلی وقتا بچه‌ها در اوایل دسامبر یه نامه‌هایی رو به فادر کریسمس یا وایناکسمن می‌نویسن و داخلش می‌نویسن که چه کادویی براشون بیارن. Der Adventskalender در واقع روز شماریه که از اول روز دسامبر تا 24 روز دسامبر، چون 24 روزه، این به صورت جعبه هایی است که داخل شکلات قرار میگیره. در واقع 24 تا در داره. پشت هر در یه شکلات به یه شکلی، شکل ستاره یا شکل درخت کریسمس، شکل‌های مختلف داره که این رو در واقع بیشتر برای کودکان میخرن. شاید شما توی فروشگاه هم دیده باشید و بچه‌ها هر روز یه دونه از اینها رو باز میکنن و میخورن و بعد از 24 روز یعنی که کریسمس شده. در واقع ادونت به معنی انتظاره، به معنی منتظر بودن، یعنی بچه‌ها منتظر کریسمس هستن، هر روز یکی از اینها رو میخورن تا اینکه بعد از 24 روز کریسمس بیاد. در واقع برای بزرگسالان هست، حتی برای حیوونا هم هست، اما بیشتر و رایج‌تر اینه که شما برای بچه‌ها می‌بینید. Der Adventskranz در واقع این شکل که می‌بینید از 4 تا شمع تشکیل شده. حالا مدل‌های مختلفیه برای دکوراسیون کریسمس و این 4 تا شمع به این صورته که از 4 هفته قبل از شب کریسمس هر هفته یک شنبه ها یه دونه از این شمع ها رو روشن میکنن. در واقع این همین حالت انتظاری داره برای رسیدن شب کریسمس. Kerze یعنی شمع، anzünden یعنی روشن کردن. Die Lichterkette در واقع همون ریسه های لامپیه که دور درخت کریسمس میپیچن یا اینکه نه خونه رو باهاش تزیین میکنن. در واقع کته یعنی یه گردنبند، لیشت کته یعنی گردنبندی از نور.
شیرینی کریسمس میشه Das Weihnachtsplätzchen. Das Weihnachtsplätzchen که در واقع شیرینی‌های خونگی هست که قبل از کریسمس خانواده خودشون اون رو درست میکنن که مهمترین شیرینی زنجبیلی یا در لبکوخن. خب دوستان دقت کنید 4 تا چیزی که مردم آلمان اون رو نماد خوششانسی، سمبل خوششانسی میدونن که اولیش ماقین کفا که همون کفش دوزک خودمونه. دومیش کلی بلتا یعنی برگ شبدر. و سومیش شواین یا همون خوک. و بعدی هوف آیزن یعنی نعل اسب. اینها 4 سمبل خوششانسی برای مردم آلمانه که اکثرا شما رو کارت پستال هایی که برای سال جدید آماده شده روش این عکس ها رو حتما میبینید اگه دقت کنید. بازار کریسمس میشه der Weihnachtsmarkt. شب سال نو میشه Silvesterabend یعنی آخرین روز دسامبر که فرداش میشه 1 ژانویه. اون شب سال نوه. ساعت 12 شب سال تحویل میشه و شما میتونید آتیشبازی رو حتی تو خیابونها ببینید. به آتیشبازی هم میگن Das Feuerwerk. و در نهایت کریسمس مبارک میشه فقوه وایناختن. متشکرم از اینکه با من همراه بودید. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. اگه دوست داشتید ویدیوهای بیشتری از ما ببینید میتونید ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و حتی به دوستانتون هم معرفی کنید. کریسمس آروم و تعطیلات شادی رو براتون آرزو میکنم. شبتون آروم و خدا نگهدار.